خشونت کلامی مخربتر از خشونت فیزیکیه. حرف باد هوا نیست. فروید میگه تمدن از اونجا آغاز شد که انسان به جای سنگ کلمه پرتاب کرد. انگار انسان متمدن فهمیده بود که سنگ‌ها به اندازه کافی دردناک نیستند و پاسخگوی پرخاشگری اون نخواهند بود. کلمات متنوع‌تر از سنگ‌ها بودند و میشد قبل از پرتاب کردن انتخابشون کرد که چقدر دردآور یا ویرانگر باشن. از سنگ‌ها میشد گریخت، اما از کلمات نه. درد سنگ‌ها و جای کبودیشون فقط چند روز باقی میموندن، اما کلمات میتونستن تا آخر عمر همراه روز و شب و خواب و بیداری ما باشن و چنان چسبنده و پنهان در گوشه ها و زوایای روح و روان ما زندگی کنن که دست